در این بینایی که در مرکز تاشکند واقع است، بیشتر سر و اسرارها نگهداری می شود. در نوارهایی که مخفیانه برداشته شده است، بسته ترین نهاد مملکت، بینای مرکزی خدمات امنیت ملی عکس یافته است. تصمیم هایی که در اینجا گرفته شدند تا به همین نزدیکی ها به زندگی روزمره ازبکستانی ها اثر می گذاشت. شخصانی که بنا را نوار برداری کردند تا به حال مورد مجازات قرار می گیرند. قهرمان مطلب ما نیز در پس همین دیوارها یکی از منصب‌های مهم را به دوش داشت. این مرد پس درهای بسته خدمات امنیت ملی ازبکستان حجت‌هایی را امضا می‌کرد که به وضع اقتصادی مردم و وضع اقتصادی کشور تاثیر مستقیم خود را داشت. این مرد طی 14 سال از سال 2000 تا سال 2014 پرونده‌های زیاد اشخاص معروف ازبکستان را تفتیش کرده است. الان او در ترکیه در شهر استانبول زندگی می‌کند، ولی در ازبکستان او تحت پیگرد است. فاروق توختی مامتوی 42 ساله 4 سال قبل پدپالکونیک خدمات امنیت ملی بود. رهبری شعبه یکم بخش بازرسی خدمات کشور را به عهده داشت. سزاوار مدال جسارت شده است. امروز از آنها نشانی نیست. او 4 سال قبل ازبکستان را ترک کرده بود. در ازبکستان فاروق توختی مامتوف به دست داشتن در جنایت‌های نظیر سوء استفاده از مقام خدمتی، گرفتن پاره و مردم فریبی گمانبر شده است. اما گفته می شود افسر پیشین خدمات امنیت ملی به طور قانونی ازبکستان را ترک کرده و در ترکیه مبتلای بیماری سنگین است. با فاروق توختی مامتوف در یکی از بیمارستان‌های استانبول واخوردم. 2013 یilda yarim boqo فعلا همه روزه داروی را با نام اویتروکس استعمال میکنم. اگر شخص این دارو را 2 یا 3 روز نخورد ورم کرده به حال می شود. به این دلیل از وطن نیز معالجه میگیرم. از سال 2014 اساساً طبابت کیمیایی میگیرم. چند مرتبه به بخش احیاگری منتقل شدم. xolis holatga, ya'ni yaroqsiz holatga kelib qoladi. همراه خانواده هستید؟ Oilam bilan men aka 5 ta bolam bor, 5 ta farzandim bor. بله 5 فرزند دارم. فرزندانم هم همراه منند. درست است که در خارج زندگی کردن دشوار است. به دلیل بیماری من حالا پرستار نداریم. بنابراین مجبور شدیم با اینجا با فرزندان بیاییم. همسرم آمده مرا پرستاری میکرد. در اینجا شخصی نزدیک نداریم. تنها با بیمارستان در تماس هستیم. در خوابگاه داخلی بیمارستان زندگی میکنیم. پزشکان میگویند که داروهای مختلف پیدا شده است. حالا توسط من از سنجش میگذرانند. من هم سناب ko'rishyapti. یعنی سرطان در کدام سطح است؟ اگه من bu hozirgi kunda امروز وقت سرطان گوید رک میفهمند. در درجه دوم رک هستم. حالا در مرحله گذارش به درجه 3 قرار دارم. حتی در درجه 2 هم بمانم حد اکثر 5 سال عمر خواهم دید. خودتان خوب میدانید. شو اساساً nima desam bo'ladi. در مورد سلامتی فاروق توختی مامتوف با مسئولان بیمارستان به طور جداگانه صحبت کردند. آنها از بیماری سرطان تبابت شدن او را تصدیق کردند. طبق اطلاعی دریافت آزادلیک او 4 مرتبه تبابت کیمیاوی گرفته است. چرا از نمایش دادن چهرهتان خودداری میکنید؟ aka yuzimni ko'rsatishimni sharti نمیخواهم چهره‌ام را ببینند. 5 فرزند دارم. در خارج به سر میبرم. برای من دشوار است. بیماری دارم. kasalligim bor. فکر میکنید برایتان تهدید وجود دارد؟ tahdid احتمال تهدید هست. امکان دارد. پدپالکونیک سابق عدلیه فاروق توختی مامتوف به فعالیتش در خدمات امنیت ملی روشنی انداخت. tashkilotimiz asosan harbiy edi. Biz harbiy xizmatchi bo'lib hisoblanardik.
نهاد ما نظامی محسوب شده ما خدمتچی نظامی حساب می افتیم. نه تنها خدمتچی نظامی بلکه به مثل دادستانی نظامی، بازرسی نظامی به شمار می رفتیم. یعنی با عنوانهایمان ویژه عدلیه همراه می شد. من بازرسی نظامی محسوب می شدم. ریاست ما اساساً جنایت های مربوط به ماده 34 کودکس جنایی را بررسی می کرد. nima desam bo'ladi? Bu nimadan dalolat? خدمات امنیت ملی ازبکستان در مدت 4 عصر از قدرت بی‌حد برخوردار بود، اما پرزیدنت شوکت میرزیویف میگوید که آن زمانها سپری شدند. ichki ishlar xodimi, prokuror, milliy حالا در تالار کارمندان نهادهای امور داخلی، دادستانی، امنیت ملی و دیگران به قبل معلوم والا مقام ها حضور دارند. همگان باید بدانند که با چنین طرز یا شیوه فردا کار نمی کنید. این را باید همگان دانند. به فعالیت ما مردم بها می‌دهد، از پرزیدنت سر کرده تا دیگران. prezidentdan boshlab hammaga از جمله خدمات امنیت ملی نیست. شوکت میرزیویف که اصلاحات در خدمات امنیت ملی را وعده کرده بود، نخست وکالت‌های این نهاد را کاهش داد. 31 انور رستم عنایتوف که حدود 23 سال رهبری خدمات امنیت را بر عهده داشت به استعفا رفت. شوکت میرزیویف شهرت غلاموف معاون اول رئیس خدمات امنیت ملی را به خیانت متهم کرد و از محکوم به حبس ابد شدنش خبر داد. همچنین 3 معاون رئیس این نهاد قدرتمند برکنار شدند. بیشتری رهبران ریاست‌ها در ولایت‌ها از مقام‌هایش برکنار شدند یا به نفقه رفتند. نسبت 10 افسر پرونده‌های جنایی باز شد. در خدمات امنیت ملی روند اتستاسیا ادامه دارد. فاروق توختی مامتوف گفت از اصلاحات پیش گرفته رهبری ازبکستان کاملا پشتیبانی. اقتصادی، سیاسی. من سیاست اقتصادی، سیاسی، اقتصادی خارجی پرزیدنت را کاملا پشتیبانی میکنم. این سیاستی درست است. to'g'ri siyosat bo'lyapti. در اینجا سخناتان را میبرم. شما درباره شوکت میرامانویچ حرف زدید. جناب میرزیویف چندی قبل در مورد نهادی که قبلا کار میکرده تون صحبت کرده و فعالیت خدمات امنیت ملی را شبیه سیاست سال 1937 خواند. حالا صدای این صحبت را پخش میکنم، باقی قضاوت از جانب شما خواهد بود. خلاصه بildirish o'zingizdan maylimi? Mayli. 1 sekund. به یک نهاد دولتی چنین وکالت دادن این خیانت روی راست به دولت است. از این لحاظ در بخارا هم ناراضی ها هستند. تا حال نهادهایی که سر صاحبکاران را خوردند فعالیت میکنند. هر نفری را که یک کمی بالا می رود در بارش معلومات جمع کرده میان آنها را شکستند. بیشتری صاحبکاران بخارا را ترک کردند، به دولت های دیگر رفتند، در آنجا سرسان و سرگردان شدند. این جنابان سر خود را به زیر افکنده در اینجا نشستند. آنها را باید به جایشان شنانیم. قبلا آنها به این گونه مجلسان نمی آمدند. گویا آنها خیلی کلان شونده بودند. گویا این وکالت از پدر و مادرشان به میراث مانده است. حتی امیر عالم خان به این افراد چنین وکالت نمیداد. حرف پرزیدنتمان کاملا درست است. لیکن پرزیدنت میگوید که خدمات امنیت سری صاحبکاران را خورده است. شما محض در بخش جنایت‌های اقتصادی فعالیت داشتید. این حرفها به شما نیز ربط ندارد؟ Yo'q, men asosan Moliya vazirligidagi jinoyatlar, tashqi iqtisodiy aloqalar vazirligidagi jinoyatlar. نه، من عمدتاً جرائمی که در وزارت مالیه، وزارت اقتصاد خارجی و گمرک صادر شده است سر و کار داشتم. همچون بازرس طبق ماده های کودکس جنایی فعالیتم را پیش می بردم. حادثه های طلب و تاراج در اداره های دولتی را بازرسی می کردم. شعبه ای که من کار می کردم در سمت جنایت های اقتصادی فعالیت می کرد. talon taroj qilish yuzasidan ish olib borganmiz. Men ham ishlagan bo'lim asosiy iqtisodiy jinoyatlar bo'yicha shu iqtisodiy jinoyatlar. Siz o'zingiz birorta خود شما سر یگان صاحبکار را نخورده اید؟ boshini yemaganmisiz? من boshini سر یک نفر را خوردن یا نخوردن به وکالت من ربط نمیگیرد. من سندهای اقتصادی را می آموختم. اگر علامت‌های جنایت جای داشته باشد تحت نظارت دادستانی پرونده جنایی باز می کردم.
ببخشید شما این شخص را میشناسید؟ تشریف برید. تنیمه تنیست؟ آدم که؟ میشناسم. نامش از خاطرم رفت. میشناسم. به فکرم نامش اعظم جان است. ساکنی تاشکند. اعظم جان. اعظم جان آرایتیست؟ اعظم تاشکند تاشکند ولایت زنگیت تمام. منش آدم؟ این شخص ادعا میکند که شما 39 وگان بار او را غصب کرده اید. حالا من ویدیو این شخص را برایتان نشان میدهم. Shunda xullas men oxiri bular yuklarni hammasini o'zimniki dedim. خلاص گفتم مالها از آن من است. وی گفت تو این پولها را در دنیا پرداخت کردن نمیتوانی. گفتم طبق توانم پرداخت میکنم. وقتی سند را تهیه میکرد گفت به طور چپ نگاه نکن. در طرف چپ پنجره های امنیتی ملی بود. تختم امیدوف گفت در تجربه کاری من یک نفر با پای خود آمد و با پای خود رفته باشد نبود. تو چه خیال از اینجا میروی؟ من hali tajribamda bunaqa qilib o'z oyog'i bilan kirib o'z oyog'i bilan chiqib ketayotgan insonni man hali ko'rmaganman. Sani qanaqa qilib qo'yib yuboryapman men tushunayotganim yo'q dedi haligi inson. Bu odam saqiz aytyapti, ismingiz aytyapti. شما به این شخص پنجره امنیت ملی را نشان داده اید. شما گفته اید که در تجربه من شخص از کابینه صحت و سلامت نبرآمده است. این را چگونه شرح میدهید؟ این ویدیو باز دوام دارد. faqat dedi san dedi 2 yil 3 yil umuman biznes qilishing گفت در مدت 2-3 سال صاحب کاری کردن نمیتوانی. حق خروج از کشور را نداری. برای گرفتن بار به بازار رفتم. تختم امیدوف تلفن کرده گفت در حبس هستی و هیچ کجا قدم نمان. telefon qildi qamoqda chirtaman yana bir marta qadam bossang dedi. Ko'rdingizmi? Ya'ni bu yerda 39 ta vagonga o'sha بیش از 2 میلیارد سوم برای 39 وگان مشخص شده است. وقتی برای گرفتن مالش می رود تهدید کرده تو را در محبس می پوسانند. با ادعای صاحبکار مبلغ عمومی مالهای وگانها حدود 10 میلیون دلار بوده و آنها فروخته شدند. شما در این باره چی نظر دارید؟ o'shani 5 dan 1 qismi ham bo'lmagan. Nima deysiz bunga? aka adashmasam familiyasi اگر Yo'lchiyev اشتباه نکنم این شخص یولچیف اعظم نام داشت. صاحبکار بود. دلیل باز شدن پرونده جنایی نسبت یولچیف تحلیل نهادی گمرک است. کارمندان این نهاد برای سنجش به کارگاه صاحبکار آمدند. در سندها مال خشتی به آتش تاباور نوشته شده بود. طبق قانون این مال از انداز معاف است. در گمرک بخش‌های نظارت، امنیت، تفتیشات و تحلیلی وجود دارد. یعنی 10 کارمند تفتیش گذرانیدند. واگن‌ها را کشودند. مال از چین وارد شده بود. مال‌های مختلف بودند. برای این کالاها باید انداز پرداخت شود. ولی صاحبکار مالها را وارد کرده اندازها را به دولت پرداخت نکرده است. bunga nisbatan bosh to'lovlari yo'q. این محبس خدمات امنیت ملی در حومه شهر تاشکند است. این مکان در میان مردم با نام گواردیسکی معروف است. فاروق توختی ممدوف محض در این محبس افراد بازداشت شده را بازجویی کرده است. اما در زمان پرزیدنت اسلام کریموف خدمات امنیت نه تنها گواردیسکی بلکه دیگر بازداشتگاه و محبس‌ها را نیز نظارت می‌کرد. از جمله تاشتورما محبس کهنه‌ترین در ازبکستان را. جمشید نوریدینوی 42 ساله صاحبکار تاشکندی در سال 2007 نخستین شرکت پیشنهاد خدمات ماشین‌های گرانبها را افتتاح کرد. در ظرف 5 سال تعداد ماشین‌های گرانبهای شرکت به 60 عدد رسید. با گفته جمشید نوریدینوف ماه فوریه سال 2012 او برای مخالفتش نسبت به زور گرفتن شرکتش زندانی شد. با گفته او در مدت 8.5 ماه مورد شکنجه گوشناشنید قرار گرفته است. tushundingmi obstanovkani? Вроде tushundim dedim. Menimcha tushungandayman. کارمند اپراتیوی آمد گفت که جمشید وضعیت را فهمیدی؟ گفتم به فکرم فهمیدم. گفت که من با آن 2 نفر SNB کار میکنم و آنها به هر کار نسبت تو اجازت دادند. اگر فردا مردی از سکته قلب مرد گفته معلومات نامه میدهند. Ertagami o'lsang ham bitta spravka, infarkt degan spravka bilan o'ligingni chiqazib yuboramiz. از جمشید نوریدینوف تقاضا شد که در حق افراد پولدار و صاحبکاران کلان بیانات نویسد.
وی به این تقاضا راضی شده حتی نسبت برادر کلانیش بیانات نوشتن مجبور می شود. با این وجود شکنجه قطع نمی شود. و har 2 kunni ichida olib chiqib prosta tak urishadi. Prosta tak nima deydi? Oddiy narsadan topadi, masalan هر لحظه بهانه یافت می شود. چرا کاغذ این طور گذاشته شده است؟ با این بهانه بیرون میبرند. 8 نفر شکنجه میکنند. 2 نفر از پایهایم محکم میدارند، دیگران با چوب دست میکوبند تا 20 ضربه میزنند. یک ضربه بر رویم رسید. داد زده گفتم که بس کن، دندانم شکست. در کجای دهان دندان شکست گفت. نشان دادم که به همان جا با چوب دست زد. از دهانم خون میریخت. تلاش کردم که خونم را فرو برم ولی نمیتوانستم. بر زمین توف کردم. به نظرم پاره گوشت افتاد. احساس کردم که دهانم را محکم کردن نمیتوانم. نمیدانستم که منه هم شکسته است. گفت دیگر بس است، به کامرش برید. وقتی می برآمدم گفت بیست. امر کرد تا کامرا که حدود 20 متر بود خزیده روم. همین وقت از پشت چنان به پسم ضربه زد تا امروز آن را فراموش نمی کنم. با یک عذاب به کامرا رسیدم. qon kelyapti og'zimdan, qonni ushlab bo'lmayapti-da, уже qon chiqib ketyapti. Keyin shu bilan o'tiramroq dedi, chetda o'tirdim. Endi روز دیگر وکیل مدافع آمد. به چهره‌ام نگاه کرده پرسید به چهره چی شد؟ گفتم دندانم درد دارد. دندانم افتاد. گفت صبر کن. به اتاق کارمند اپراتیوی رفت. خواطر شدم زیرا با چنین نمود مرا بیرون نمیبرند. از ضربه ها رویم ورم کرده قریب 2 برابر بزرگ شده است. گویا 2 روی داشته باشم. با آینه نگریسته خود را نشناختم. در اتاق آپر نبود. از شخص دیگری نظامی بیرون آمد. پرسید به چهره چی شد؟ گفتم دندانم درد دارد. اتاق کارمندان اپراتوری را نشان داده حادثه اینجا رخ داد گفت. گفتم بله. پرسید بعد وقت چی میگویی؟ دندانم درد میکند گفتم. گفت اگر حرفای دیگر زدی فراموش نکن که به اینجا برگشته میآیی. oxiri hozir advokatga chiqib nima deysan desam, tishim og'riyotganini aytaman. Boshqa narsa aytsang, qara, masjidga qaytib kelasan, bilasan. هنگام تهیه مطلب با چند نفر صحبت داشتم. برخی گفتند اگر از جانب بازرس شکنجه استفاده نشود هم در کامرا توسط جنایتکاران اشدی برای اعتراف عیبنامه شکنجه استفاده شده است. شما از چنین اصول استفاده کرده اید؟ aka man tergovchi bo'lib protsessual shaxs bo'lgan. اول به حیث بازرس برای استفاده از چنین اصول نیاز نداشتم. دیگر برای چنین عملها حق و حقوق ندارم. سیوم اتاق بازرسی نهاد جداگانه حساب می‌یابد و ریاست بازرسی به امور این نهاد مداخله نمی‌کند. آنها در ریاست جداگانه هستند. ikkiga bo'lingan ayri отдельный boshqarmalar ular. در ماه می سال 2014 ده‌ها افسر خدمات امنیت ملی بازداشت شدند. در میان آنها فرخ توختی ممدوف هم بود. در میان 12 نفر بازداشت شده تنها من اوریان بودم. دیگران لباس داشتند. چرا؟ bular menga ruhiy میخواستند فشار روحی وارد کنند. نیمه شب با کارمندان محبس آمده بیدار کرده گفتنش جایز نباشد هم مادرت را فلان کنم گفتند. امکان خواب کردن نمی‌دهند. nechi marta uradi? Bir marta لطکوب میکردند. turadi. Onang که من sahna deydi, chiqib ketadi. Avratimni shashka o'ynaydigan bilan yopib o'tiraman mashina. با چوب دست وارد کامرا شده یک ضربه میزنند و برآمده میروند. Nazoratchi keladi, olib tasha deydi. Xo'p deymiz, olamiz. Nazoratchi ketgan. تنها یک ضربه میزدند. Endi so'rasangiz, so'ramasangiz eshitmaydi. Shu paytda juda ham katta stress bo'ldi. بله سپس مادرت را فلان کنم گفته برآمده میروند. نظارتچی نباشد آلت جسمیم را بالاتر میپوشانم. اگر آمد مجبور میکنم لوچی مادرزاد باشم. در چنین شرایط شوک شدم. وضع سلامتیم خیلی بد شد. گفتم وضعم بد است، پزشک را دعوت کنید. گفتند ساختکاری میکنی، خودت را به کسلی میاندازی. وضع سلامتیم واقعا خیلی بد بود. haqiqatan ham mazam bo'lmadi aka. Biz hammamiz افراد نقاب‌پوش با автомат ما را به کوچه میبردند. مجبور میکردند در زمین شینیم. میلی автомат را به پیشانیم میگذاشتند.
عیبنامه من سوء استفاده از مقام خدمتی. هر روز ورقه را به من میدادند، امکان خواندن نداده طلب میکردند امضا گذارم. برای ویدیو به نوار میگرفتند. همان روز با نیروهای ویژه به منزل من رفته تفتیش گذرانیدند. مادرم معلمه به دلیل بیماری در را زود باز کرده نتوانستند. این افراد وارد خانه شده به مادر پیرم ناسزا گفته و با автомат تهدید کردند. این حادثه برایم از همه بیشتر دردناک بود. یعنی سپیس ناز bilan kirib tintuvli o'tkazishgan. Onam o'qituvchi, kasal holatiga eshikni ocha olmaganlar. Endi bilasiz, katta yoshli ayollarni ocha olmaganlariga kirib avtomat tirab sanab oling unda, sanab oling bunda deb anaqa qilishgan. Menga eng achinarlisi shu bo'ldiki, پس از 45 روز شکنجه دادگاه نظامی فاروق توختی مامدوف را جریمه کرده و آزاد کرد. وی میگوید که تا حال به ازبکستان صادق مانده است، اما روشن نیست که او را در وطن چی انتظار است، حبس یا آزادی. برای به سوالها پاسخ یافتن فاروق توختی مامدوف باید یک مدت انتظار بماند.